کنم نزدیک 2 ماه اومدم با یک کتاب جدید، کتاب باز نشر بیتگل، چرا دو دل بودن آنقدر هم بد نیست. این کتاب یکی از دوستان بر من گرفته بود که بخونم براش توضیح بدم، چون حوصله‌اش کتاب رو بخونه و می‌خواست تصمیم بگیره. فکر می‌کرد که این کتاب میتونه کمکش کنه. من یا جان از همینجا بهت میگم که این کتابش کمکی نمیتونه بهت بکنه، چون که توی کتاب کلا از اول تا آخرش توصیه‌ای نمی‌کنه به اینکه چطوری تصمیم بگیرید یا چجوری دو دل نباشید یا چه انتخابی بکنید. اول حالا خیلی کتاب جالبی بود، خب مثل بقیه کتابای نشر بیتگل. من کتابای دیگه‌شو معرفی کردم که حالا این بالا میذارم، حسرت و امید و سوگ و اینا. ولی نکته‌ای که داشت به نظرم، حالا من اینو جدیدن تو خیلی کتاب میبینم، تو نشر بیتگل از همه کمتر ولی خب باز خیلی زیاد میبینم، اونم اینه که خیلی تکرارگویی داره کتابا. یعنی یه چیزی رو خیلی همش به زبان‌های مختلف تکرار کرده و تو بعد از خوندن کتاب نمیتونی مثلا نتیجه قطعی بگیری که چی گفته کتاب. میتونی بفهمی کلیتش راجع به چی بوده، میخواسته به چی توصیه کنه، ولی انگار نویسنده میخواد یه حرفو مثلا به جای که تو 100 صفحه بزنه تو 200 صفحه بزنه و این یه ذره منو واقعا سرخورده میکنه تو خوندن اینجور کتابای تئوری. و بعد مثلا چند تا اینطوری هم که خیلی دیگه با وسواس میرم سمتشون. تو نشر اطرافم خیلی این اتفاق میفته. یعنی کتاباش واقعا میتونم بگم 50%شون، حالا من نمیدونم واقعا شاید یا ترجمه است یا ممکنه سانسوری داشته باشه، ولی تو وسطای خوندنش حس میکنیم کل مطلب کتاب رو میتونستی تو 100 صفحه اول بفهمی و بقیهش همش تکرار همون است. نویسنده چیز جدیدی نداره که بگه. نمیدونم واقعا شاید نمیتونه اونقدر چون میدونین حس میکنم نمیخواد انقدر دیپ شه و فلسفی کنه قضیه رو که خیلی سخت شه و آدمای کمی بتونن بخوننش. از اون ور خب تکرار مکرر کردن و حرفای تکراری زدن فقط زیاده گوییه و هیچ نتیجه‌ای نداره. یعنی یه جایی این وسط گیر کردن حس میکنم خیلی از نویسنده‌های تئوری. به خاطر همین من جدیداً دیگه خیلی سخت واقعا کتاب تئوری انتخاب میکنم. مثلا کتابی که الان دارم میخونم خیلی کتاب سختیه و اصلا نه که سخت به معنی اینکه خوب باشه لزوما، و کتابی نیست که اصلا بتونم بیام معرفیش کنم یا راجبش حرف بزنم. کتاب خیلی کم، تقریبا هیچه. ولی خب حتما تکلیفم معلومه، میدونم این کتابیه که مثلا قرار این شکلی باشه، ولی کتابایی که وسطن خیلی میرن تو مخ من. حالا راجب این کتاب بخوام بهتون بگم، کتاب از چند تا فصل تشکیل شده که اسمش رو بهتون بگم. اولین فصلش مجادله با خوده، فصل دوم تضاعف زمانی، فصل سوم به درون آوردن دیگری، فصل چهارم دیدگاه‌های جزئی نگر و کلی نگر و فصل پنجم طوری زندگی کن که گویی. تا فصل مثلا سومش، حتی فصل چهارمش، یعنی فصل 1 و 2 و 4ش جزو فصل خیلی جذابش بودن واسه من توی پروسه خوندن کتاب، ولی خب باز همچنان اون تکراری بودن رو داشتن. کتاب راجع به اینه که ما چرا اساساً دو دلیم و دو دل بودن به معنی اینکه مثلا نمیتونیم قاطعانه سر یه روی کرده یه تصمیم بمونیم از کجا میاد و آیا این خوبه، آیا بده، میشه درستش کرد یا نه. چیز کلی که بخوام بهتون بگم اینه که تو کل کتاب نویسنده توصیه میکنه به اینکه دو دل بودن اصلا چیز بدی نیست، دو تا دیدگاه داشتن چیز بدی نیست و همه انسان‌ها اینو دارن و اصلا این نظر که ما باید منسجم باشیم، باید خیلی کامل و یک شکلی باشه تصمیممون، نگاهمون، عملکردمون، خیلی دیدگاه مسخره و نشدنی عملاً واسه انسان‌ها و توی جهان، به خاطر اینکه همه چیز داره تغییر میکنه، چه از نظر استعاری چه از نظر واقعا ابجکتیو، و تو نمیتونی یه دیدگاه داشته باشی. پس این تصور که زندگی بقیه یا دیدگاه‌های بقیه خیلی منسجم و کامل و رو به جلوه و مشخصه چی میخوان و فقط تویی که مثلا دو دلی یا نمیتونی تصمیم دقیق بگیری درون خودت، خیلی تصور اشتباهیه. اولش میاد میگه که ما هممون یه سری طرحواره داریم که از بچگی تو شکل گرفته ناخودآگاه، به خاطر تجربهمون، به خاطر توقعاتمون، خاطراتمون، آرزوهامون، که اونا باعث میشن که ما بتونیم راجع به چیزهای مختلف نظر داشته باشیم. مثلا یه چیزی بگیم خوبه، یه چیزی بگیم بده، یه چیزی بگیم دوست داریم، یه چیزی بگیم دوست نداریم. اون طرحواره ها که در واقع تعیین میکنن که ما چه دیدگاهی داشته باشیم. منتها از یک جایی به بعد، از یک سنی به بعد که تو از اون فضای خونه و خانواده خارج میشی و چیزای بیشتری رو میتونی ببینی، این طرحواره همیشه در معرض خطر که نه، در معرض تغییر هم نمیتونیم بگیم، در معرض شک و انتقاده که مثلا اصلا درسته، غلطه. و مثلا یه مثالی که توش میزنه خیلی مثال به نظرم
جالبیه اینه که مثلا راجع به یه سیاه‌پوستی میگه که وقتی که حالا تو آمریکا داره زندگی میکنه و از طرفی میبینه که زندگی تو آمریکا خیلی مزایا داره، آزادی داره، فرصت‌های اقتصادی داره، تو امکان رشد و پیشرفت داری، تنوع فرهنگی داره و از طرف دیگه میراث خودش که در واقع سیاه‌پوست بودنه و یه سری مثلا ویژگی‌ها مثل ایمان، بی تکلف بودن، فروتنی، اینها رو داره. یعنی یه سری ارزش‌های درونی شده داره. از طرف دیگه داره توی جامعه زندگی میکنه که متضاد اون ارزش‌هاست و ارزش‌های اون جامعه هم از قضا ارزش‌های خوبیه، باعث پیشرفت تو میشه، باعث میشه تو چیزای بیشتری به دست بیاری و این تضاده خیلی تو مخشه و نمیدونه باهاش چیکار بکنه. من حس میکنم شاید تو اشل بزرگترش بتونیم به زن و مرد بودن نگاه کنیم. اینکه چون توی در واقع فصلی که داره درونی کردن دیگری راجع به این حرف میزنه که ما خیلی وقتا ارزش‌های دیگران رو، حالا اون دیگران مهم زندگیمونن، میتونه خانواده باشه، معلم باشه، نمیدونم جامعه باشه، درونی میکنیم و من فکر میکنم اون مثال سیاه‌پوسته شاید اشل بزرگترش زن بودن باشه که موفقیت‌های زن‌ها رو، حالا این یه در واقع یکی از زیرمجموعه‌های موضوعات فمینیسته که میگن که با معیارهای مردانه میسنجن، مثل پول درآوردن، مثل جایگاه اجتماعی یا همچین چیزایی و اصلا میگن که مثلا زن موفق در واقع زنیه که ویژگی‌های مرد موفق توی اون جامعه داشته باشه و این چقدر درسته چقدر غلطه. از طرفی خب زن‌ها یه سری چیزا رو درونی کردن و از طرف دیگه وقتی وارد جامعه میشن و میخوان موفق شن و میخوان حالا مستقل شن، باید ویژگی‌های مردانه‌ای توی، یعنی تاییدهای مردانه‌ای رو توی جامعه کسب کنن و این دودلیه، این دو روی کرد بودن همیشه آزارشون میده. ولی اتفاقی که میفته اینه که حالا نویسنده میگه که همه اینا حتی هر چقدر دردناکه، هر چقدر سخته و اینا، در نهایت باعث میشه که آدما انگار که اون ظرفشون بزرگتر شه، چون همزمان دارن چند تا چیز مختلف رو از دیدگاه مختلف میبینن و اون نگاهشون، اون چالشایی که میتونن بردارن خیلی بزرگتر میشه. حالا من میخوام یه تیکه از کتاب بخونم که یکم توی خود کتابم بررسی کنیم. همون قسمت سیاه‌پوستایی که گفتم و میخوام یه تیکه‌شو براتون بخونم که اول همین توی فصل مجادله با خوده، یعنی همون فصلی که راجع به طرحواره‌ها حرف میزنه، راجع به اینکه ما یه سری ارزش‌های درونی داریم که وقتی بزرگ میشیم، وقتی مهاجرت میکنیم، وقتی میریم توی محیط کار جدید، همه اینا مثلا ممکنه دچار تزلزل بشه. میگه که اصطلاح دوپارگی ذهنی پیش از هر جا در نوشته‌های WAB دوبوا آمده است. کسی که در سال 1903 از کشمکش درونی حرف زد که جماعت سیاه‌پوست تجربهش میکردن. حالا این یکی از کتابشه، کتاب این نویسنده. این دوبارگی ذهنی احساس عجیبی است، اینکه همیشه خودت را از دید دیگران ببینی، اینکه وجود خودت را با متر و معیارهای جهانی بسنجی که با تحیر به چشم تحقیر و ترحم به تو نگاه میکنند. آدم هر لحظه دوپاره بودن خودش را احساس میکند، هم آمریکایی هم سیاه‌پوست، دو روح، دو اندیشه، دو عزم آشتیناپذیر، دو آرمان متخاصم در یک تن سیاه. من فکر میکنم برای آدمایی که مهاجرت میکنن این اتفاق خیلی میفته، به خصوص از ایران. وقتی یعنی از خاورمیانه تو مهاجرت میکنی کشورهای جهان اول، احتمالاً دقیقاً حالا شبیه به این حس رو میتونی تجربه بکنی. حالا نویسنده میاد میگه که آقا اصلا همه این حسا رو داری، من 3 تا روش کلی بهت میدم برای مقابله باش. یکی روش تردستیه که حالا هر کدومو توضیح میدم. یکی روش ایزومتریکه و یکی هم روش اخلالگری. میگه که توی روش تردستی اینطوریه که نمیدونم، تردستی احتمالاً دلقکا و شعبده بازار رو دیدید دیگه. همزمان یه سیبی مثلا چند تا سیب رو دارن میچرخونن، همزمان انگار یه سیب دستشونه، یه سیب رو هواه، یعنی انقدر سرعت این تغییر زیاده تو متوجه نمیشی کی اون سیب رو گرفته کی تو هواه و چند تا سیب رو دارن باهاش این حرکت رو انجام میدن. میگه وقتی شما دچار دوپارگی ذهنی میشین، وقتی نمیتونید یه رویکرد قاطع رو انتخاب کنید، میتونید از روش تردستی استفاده کنید، یعنی روشی که توش همش به خودتون بگید، یعنی هر لحظه جای رویکرد رو عوض کنید توی ذهنتون. خیلی کار سختیه ولی شدنیه و هر لحظه به خودتون یادآوری کنید که همه همینجوریان و دقیقاً مثل تردستی هر لحظه خودتون رو هم تو اون دیدگاه بذارید، هم تو این دیدگاه، هم تو اون دیدگاه، هم تو این دیدگاه. قطعاً خیلی فرساینده است و کار راحتی نیست، ولی میگه ذهنتون بعد یه مدت بهش خیلی عادت میکنه. روش دوم روش ایزومتریکه. ورزش‌های ایزومتریک سری ورزش‌ها هستن که با تقابل و کشش مخالف به دست میان، یعنی میان عضله‌ها رو از دو طرف مخالف میکشن یا بهش فشار میارن تا اون قدرتمند شه و بتونه بهتر عملکرد داشته باشه.
میگه میتونید شما رویکرد اون دو تا رویکرد متضادی که تو ذهنتون دارید و همینطوری باشون برخورد کنید. یعنی روی یکیشون خیلی اصرار کنید تو ذهنتون تا نقاط مثبت اون یکی، انگار که مثلا این دو تا دارن با هم بحث میکنن تو ذهنتون، یه بار بریم طرف یکی وایسین خیلی محکم و شدید تا نقاط مثبت و منفی اون یکی رو بتونید دقیق‌تر ببینید و بعد سریع جاتون عوض کنید بیاید اینور و نقاط مثبت و منفی اینوری رو ببینید. اینطوری باعث میشه که خب اون حالت فرسوده بودن کمتر میشه و آگاهتر میشین به قضیه و قدرت بیشتری دارین واسه تصمیم گیری. البته من این نکته رو بگم که تو تمام این قسمت‌ها که داشت صحبت میکرد به این تاکید میکرد که تصمیم گیریه باید انجام بشه و تو نمیتونی تصمیم گیری رو موکول کنی به این که حالا من دو دلم، من نمیتونم. تو باید تصمیم بگیری، منتها بعد از تصمیم گیری هم باید هی به خودت اینو یادآوری کنی که تصمیمی که من گرفتم میتونه تصمیم 100% درستی نباشه و این اصلا اشکال نداره و اصلا چیزی نیستش که مثلا تو بخوای یه بار برای همیشه انجامش بدی. یعنی اینو دقیقاً شبیه، من بیشتر از همه از روش تردستی راستش بخواید خوشم اومد، شبیه هم تردستی میدونه که یه کار خیلی ظریفیه که مدام باید انجامش بدی و تبدیل به یه تمرین ناخودآگاه بر بشه. و روش سوم که اخلالگریه، روشی که مثلا توش باید به واسطه، یعنی بری طرف یکی دیگه وایسی و سعی کنی اون یکی رو نفی کنی. این روش بهتریه برای تصمیم گیری، به خاطر اینکه خب میتونی دلایل خیلی خوبی داشته باشی واسه اینکه یکی از رویکردها رو حذف کنی و اون یکی رو بیشتر بهش بپردازی، ولی خب در دراز مدت روشیه که باعث میشه که اون امکان انعطاف پذیری، اون امکان بزرگتر دیدن رو از دست بدی، چون که تو انگار همش داری یه راهو انتخاب میکنی. یه قسمت این فصل اولش که تمام شد راجع به مجادله با خود بود، فصل دومش تضاعف زمانی بود که راجع به این بودش که ماها معمولاً یه گذشته، یعنی معمولاً که نه هم گذشته حال آینده داریم و این در واقع تضاد رویکردها توی همین زمان‌ها وجود میاد. همیشه وقتی خود گذشته‌تو می‌بینی می‌فهمی چقدر تغییر کردی و این خیلی چیز عجیبیه. اصلا تغییر خیلی چیز عجیبیه واقعاً. و همیشه به خودت میگی که مثلا چطور ممکنه مثلا من با اون اعتقادات، با اون رفتار حالا تغییر کردم. و خیلی چیز جالبی میگه. من میخوام این تیکش رو بخونم. 20 صفحه 75. میگه که همه آدم‌ها وقتی به گذشتهشون نگاه میکنن تغییرات خودشون رو کامل میبینن و میفهمن چقدر زیاده، ولی وقتی همین الان بخوای راجع به خود آیندهت صحبت کنی، میزان تغییری که میتونی راجع به آیندهت، راجع به خودت تصور کنی خیلی کمتر از میزان تغییری که نسبت به گذشته تا حالت داشتی. اونم به خاطر اینه که مغز ما خب یه مقدار معیوبه و نمیتونه بفهمه که کسی که 10 سال پیش تا الان انقدر تغییر کرده ممکنه 10 سال آینده حتی از اون بیشتر تغییر کنه و تغییراتو تو خیلی کمتر میبینی، چون همیشه تو حال که هستی فکر میکنی تو نقطه ثباتی و حالا مثلا 20% امکان داره نسبت به الان تغییر کنی، ولی کاملا در اشتباهی. طبق آمارها این تغییرات همیشه با همون شدت اتفاق میفته و اصلا اینطوری نیست که مثلا از یه جایی به بعد تغییرات تو خیلی کم باشه. بستگی به این داره که تو چطوری تغییرات رو بسنجی. مثلا میگه با این حال تصور خود آتی بسیار متفاوت دشوارتر است از به یاد آوردن خود گذشته بسیار متفاوت، چرا که خود کنونی ما برای خود تخیلی ما بیش از خود تداعی شده ما که میشه خود گذشتمون محدودیت قائل میشه. یعنی میگه ما خیلی واسه آیندهمون محدودیت قائل میشیم در صورتی که اشتباه میکنیم و این به خاطر مشکل ذهنی ما برای تصور آینده است. تو فصل سوم که به درون آوردن دیگریه راجع به همدلی صحبت میکنه. اینکه خب خیلی دیدگاه ها متفاوته، خیلی وقتا ما بخوایم برای اینکه یک دیگر درک کنیم باید خودمون رو واقعا جاش بذاریم و فصلی که راجع به این میگه که چقدر مهمه که این تمرین تردستی، این اصلا در واقع دو دل بودنه، چقدر به ما کمک میکنه که بتونیم انسان‌های بهتری باشیم در مقابل انسان‌های دیگه و در واقع درباره مزایای این دو دل بودن صحبت میکنه که چقدر به همدلی کمک میکنه. یعنی هر چقدر تو بیشتر اتفاقا تنوع دیدگاه رو تجربه کرده باشی خیلی آدم منعطف‌تری هستی، آدمی هستی که به راحتی میتونی خودتو تطبیق بدی، آدمی هستی که آماده تغییرات هستی و اصلا اینکه یه آدم خیلی مطمئن و منسجمی باشی چیز خوبی نیست، برخلاف چیزی که ما تصور میکنیم. هر چقدر یک انسانی مصمم‌تر باشه، هر چقدر یک انسانی روی یه چیز پافشاری کنه قطعا آدم موفق‌تریه، اصلا اینطوری نیست. یعنی اون آدمه که خیلی سوسوه حداقل از نظر منطق جهانی میتونه بیشتر دووم بیاره تو موقعیت‌های متفاوت. بعد یه چیز جالبی میگه، البته از ژیژک میگه اینجاش رو، راجع به این که اصلا این دو دل بودنه و این رویکرد چند تا دیدگاه داشتنه، یه فصلی داره به نام دیدگاه‌های جزئی نگر و کلی نگر.
حتما بر همون پیش اومده، مثلا ما یه اعتقاد راسخی به یه چیزی داریم ولی مثلا تو چه میدونم جزئیات زندگیمون ممکنه رعایتش نکنیم یا برعکسش. و این خیلی چیز فلسفی بنیادینیه واسه همه آدما فکر میکنم. این که مثلا آقا مثلا من دارم کاری که میکنم مثلا کار بی‌معناییه، تو جهان داره مثلا فلان اتفاق میفته، جنگ، نمیدونم مثلا کهکشان راه شیری به این گندگی، من چرا باید مثلا الان اینجا بشینم فلان کارو بکنم. راجع به این دیدگاه‌ها که خیلی وقتا میتونه مانع ایجاد کنه واسه ادامه دادن زندگی ما یا حالمون رو بد کنه، چند تا آلترناتیو بهمون میده. یکی اینکه میگه که یه مثال خیلی جالب میزنه، میگه نقاشی‌های بروگل اگه دیده باشین، حالا اگه ندید برید سرچ کنید، چند تا از نقاشی‌هاش اگه ببینین یه دونه داره فکر می‌کنم کبوتر نشسته بر، نمیدونم اسمشو پیدا می‌کنم، نقاشی‌ها رو اینجا میذارم براتون، آشیانه شکسته همچین چیزی که یه فیلم هم ازش ساختن، کارگردان سعودی ازش فیلم ساخته که خیلی بی‌نظیره. نقاشیاش اینجوریه که خیلی جزئیات داره، یعنی یه نقاشی بزرگه پر از جزئیات و شما باید زوم کنید تا بفهمید داستان چه اتفاقی داره میفته. یعنی کلیتش هم ببینید میفهمید چیه ها، یه نقاشی قشنگی از طبیعت، ولی وقتی زوم میکنید تازه میبینید وای چقدر جزئیات داره. میگه زندگی ماها در بهترین حالت باید اون شکلی باشه، یعنی یه سری جزئیاتی ما داریم انجام میدیم که در یک کلیت مناسبی هم قرار داره، یعنی قرار نیستش که تو فقط رو کلیات بمونی یا فقط رو جزئیات. زندگی ما شبیه نقاشی بروگله که یه سری جزئیات داره که مثلا توی گوشش مثلا یه چه میدونم گربه‌ای داره غذا میخوره، ولی در کلیتش داره یه کوهستان مثلا برفی رو نشون میده و این اصلا در تضاد با هم دیگه نیستش. و یه آلترناتیو دیگه هم که پیشنهاد میده طنزه، خیلی جالبه. میگه که آدمایی که قدرت طنز زیادی دارن به شدت آدمایی هستن که میتونن موقعیت‌های مختلف رو منیج کنن و این چند دیدگاه بودن رو کنترل کنن، چون که میتونن همزمان از دیدگاه فاصله بگیرن و با نگاه نقادانه طنازانه، نه نگاه نقادانه سرکوبگر، به اون مسئله نگاه کنن و این بهشون کمک میکنه که اصلا تو هیچ چیزی دوگ نشن، چون میتونن با همه چیز شوخی کنن و این که با همه چی بتونی شوخی کنی اصلا نه چیز آسونیه و نه چیز بدیه، به خاطر اینکه به تو قدرت این رو میده که بفهمی چقدر همه چیز در حال تغییره و در واقع همون جزئی بودن توی اون کلیت جهانه. و من اینو خیلی دیدم توی آدمای مختلفی که باشون معاشرت، آدمایی که واقعا آدمای طناز جالبی ان، نه آدمای طناز حالا خیلی لوس و نونور، خیلی آدمای باهوش‌تری ان و میتونن همه موقعیت‌ها رو بفهمن، بسنجن و نسبت بهش واکنش نشون بدن. بعد حالا یه جالبی میگه به نقل از ژیژک که مثلا تو جامعه آمریکا میگه که اول اینو بخونم بعد اون قسمت ژیژکشو بهتون میگم. میگه یک عقیده این است که ما باید اجازه بدهیم احساساتمان ما را تحت تاثیر قرار بدهند، ولی نباید اجازه بدیم که در ما باقی بمونن. یعنی ما احساس مسئولیت بسیار نسبت به وظایفمون داریم، ولی اینکه موفق بشیم یا نه نباید برامون مهم باشه. یعنی ما یه سری احساسات داریم، باید بذاریم اون تاثیر بذارن، ولی نباید بذاریم تاثیر محکم باقی بمونه. و این مسئله دیگه هم که هست، ما احساس وظیفه داریم، باید وظایفمون رو انجام بدیم، ولی نباید به شدن و نشدن خیلی فکر کنیم. خیلی کار سختیه ها، ولی واقعا خیلی کار جالبیه که تو احساس وظیفه کنی، وظیفه‌تو انجام بدی، ولی خودتو نکشی اگه نشد یا شد. یعنی بگی که اوکی من تمام تلاشمو کردم و نباید برای نتیجه خودتو بکشی، برای اون انجام دادن خودتو بکشی. و مثلا یه نقل از کتاب تراژدی ژیژک میکنه، میگه در تأملی در باب رواج بودیسم در جوامع غربی امروز اشاره میکند که چگونه بودیسم قادر تا میسازد با جان و دل در بازی آشوب زده سرمایه‌داری شرکت کنید و در عین حال بتوانید این احساس را در خود حفظ کنید که واقعا در آن غرق نشده اید، که خیلی خوب آگاهید از اینکه چه چشم‌انداز بی‌مقداری است، چرا که آنچه در واقعیت اهمیت دارد آرامش خود درونتان است، خودی که هر وقت بخواهید میتوانید به آن رجعت کنید. خیلی درسته دیگه. مثلا احتمالاً دیدین ترند شده دیگه یوگیستایی که حالا بیشتر تو فضاهای مثلا غرب یا کشورهای خیلی سوسیالیست دارن زندگی میکنن و رواج پیدا کرده و اینا، به خاطر اینه که مثلا یارو اونجا تو دل سرمایه‌داری داره زندگی میکنه، میدونه که چقدر بیرحم جهان، چقدر فلان فلان فلان، ولی همزمان یادش نمیره که اون باید از خودش مراقبت کنه. یعنی همزمان که داره از اون سرمایه‌داری استفاده میکنه مواظب خودش هم هست. من فکر میکنم این درست ترین راه و منطقی ترین راه واسه زندگی در این جهان. اگه نخوای که خیلی رویایی و سورئال فکر کنی که نه ما باید جهان رو فلان کنیم. حالا اینجا به چپ ها هم یه انتقادی میکنه که به خاطر اینکه اصلا نتونستن این توازن رو بین دو دیدگاه رعایت کنن این وضعیتشون شده، حالا کمونیست و این. و دست آخر تو فصل آخر دوباره به ما میگه که کجاها حالا خیلی کوتاه خوب نیست که دودل باشیم، که تقریبا باز با زبان و بی زبانی میگه تقریبا هیچ جا همه جا دودل بودن خیلی خوبه و جواب میده. مثلا ببینم من دیگه کجاشو می‌خواستم بهتون بگم. آره همین.
در کل یکی از اون کتاباییه که نمیتونم بهتون بگم که کلش رو بخونید لذت میبرید، ولی حداقل از 3 فصلش خیلی لذت میبرید. فصل دیدگاه جزئی‌نگر و کلی‌نگر، فصل مجادله با خود و فصل تضاعف زمانی که از اون فصلایی بود که خیلی دوستش داشتم. ولی مثلا فصل طوری زندگی کن که گویش که آخرین فصلشه راجع به این میگه که مثلا یه جوری زندگی کن که همون فیک آنتی میکیته، منتها نه برای مثلا رویا و اینا. میگه مثلا تصور کن این مسیری که در پیش گرفتی بهترین انتخابته و همونو پیش برو، هی نیفت توی دام مقایسه خودت و اینا، که مثلا خیلی به من فاز روانشناسی داشت من دوستش نداشتم. یا مثلا فصل به درون آوردن دیگریش که راجع به همدلی بود که فکر می‌کنم برای این کتاب زیاد بود. جزو کتابایی بودش که بعد خوندنش به این نتیجه میرسی که خب پس اوضاع واسه همه همین شکلیه که هست، خیلی ناراحت باشی که تو فقط اوضاع خوب نیست. امیدوارم بخونید و دوستش داشته باشین. من سعی میکنم واقعا بیشتر از این بعد ویدیو بذارم. خیلی 2 ماه واقعا تا حالا تو رزومم نداشتم فاصله افتادن، ولی موضوع اینه که همون موضوعی که گفتم کتاب خیلی خوبی که بخوام راجعش صحبت کنم نخوندم اخیراً و به خاطر همین منتظرم مثلا کتاب خیلی جذاب بخونم مثل این و بعد بیام براتون تعریفش کنم. میبینمتون.